مبلین گرفته میشه، از اون دیگه پهلو گاز اکسیژن گرفته میشه، از اون گاز تولید میشه که سوخت خود دستگاه میشه. افغانستان 100 دونه دستگاهه که دیومین دستگاه همین دستگاهی که خود ما نصب کردیم و کار گرفتیم. این ساخت خودمانه، ساخت وطنه. ساخت وطنه. ساخت وطن. افتخار وطن. همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش و آرام باشین. دقیقاً در روبروی ما تایر قرار داره و همچنان بیلرهایی که داخل زینا نفته. پرسان کردم و معلومات گرفتم که از این تایر دقیقاً تیل میسازن. این که چگونه توسط چی دستگاهی با ما باشین تا ذره به ذره با شما توضیح بدیم. همراه ما باشین. همراهان عزیز دقیقاً من سرپرستی از این کار پیدا کردم که دقیقاً اینجا یک دستگاه وجود داره که توسط از این دستگاه از تایر نفت تولید میکنن. این که چگونه این سرپرست با ما توضیح میدن و یک معرفی هم داشته باشن. سلام وقت شما. سلام علیکم، تشکر، سلامت باشین. واسه ان شاء الله. قربان شما. سلام. معرفی کوتاه اگه بره بیننده داشته باشین. علی احمد رسولی هستم از ولایت هرات. خوب هستین؟ خیلی خوب. ممنون. چی یک ابتکار، چی یک کارآفرینی، واقعا آدم تعجب میکنه از تایر شیت تیل میسازین. تشکر از شما. خب اینا که یک چیزای عادیه نسبت به ما مردم افغانستان که چون رنج دیده ایم و خصوصا ولایت هرات که یک پارک صنعتی کلان داره. ما از هرات چیزای بسیار داریم به حساب صنعت. این کس از تایر فرسوده ما تل ناسوز میاریم. یعنی ما به قول ما اینا تل خام میگیم. تل خام میسازه از این دستگاه که هست. این دیگه دستگاه، این کوری دستگاه از داخل هزی دستگاه به شما توضیح بدم که تایر انداخته میشه، هزی بخار هزی گرفته میشه، از یک مبلین گرفته میشه، هزی دیگ مبلین گرفته میشه، هزو دیگه پهلو گاز اکسیژن گرفته میشه، هزو گاز تولید میشه که سوخت خود دستگاه میشه. بعد تصفیه هزو میشه تل خام. بزو تل خام ما تولید میکنه. این تل خام برای چی استفاده میشه؟ این به استفاده های کوره های صنعتی و اگر انشالله به آینده های نزدیک ما انشالله یک تعهد به بیشتر پارک صنعتی به صنعتکاران هرات دادیم که ما هزی مبلین هم بسازیم و تل پاک هم بسازیم. هزی تل دیزل و پترول. ما یک دستگاه برای فعلا آوردیم که برای هنوز نصب نشده، نصف دستگاه بیامده، نصف دیگه به ایرانه، یعنی خریداری از چین شده. میشه ما در کل همو خانه اصلی که تایر به داخلی میفته و اونجا آتیش میشه رو به تصویر بکشیم و دقیقاً با ما مثلا یک کمی بیشتر جزئیات بدین که فرض مثال توجه ما همی گرده همی چرخه که اصلا جلب کرده دیگه خود که داخل ازی تایر میشه، دروازه ازی به پشته داخل ازی میشه. این که هست اینجی کوره هایه، از داخل ازی کوره آتش در داده میشه. برای 17 ساعت ای آتش میشه. 17 ساعت ای آتش میشه. برای 4 ساعت اول ما استفاده میکنیم از این که تا به گاز اکسیژن میرسه، که یعنی خود تایر گاز اکسیژن تولید میکنه میره به داخل از او. بعد خود مشعله از این روشن میشه، مشعله از این به گاز خود تایر روشن میشه، همون ساعت ها خود او میسوزونه. در مجموع در هرات و در کل در افغانستان چنین دستگاه‌های زیاده؟ یعنی به هرات ما که برای فعلا 2 دانه که از خودمانه کار میکنه، به یک دیگه به ننگرهار و افغانستان 100 دونه دستگاه که دیومین دستگاه همین دستگاهی که خودمان نصب کردیم و کار گرفتیم. فعالیتی 3 مکان. بله.
این دستگاه چه قسم از کجا آورده شده؟ چقدر هزینه داره؟ این ساخت خودمانه، ساخت وطنه، ساخت وطنه، ساخت وطن، افتخار وطن، افتخار وطن. و ای که آنالات از هم بعضی از این دستگاه مثل گیربکس ها از این کم یک دانه از اینه و یک دانه جلی از این از خارج آورده شده دیگه. تمام از این ساخت از این اولادای از این وطنه. این دروازه دستگاه که از اینجا تایر داخل میشه، تایر داخل میکنیم داخل از این، از داخل از این بعد از پخت ما سیم از این میکشیم و کربن از این، کربن از این که از این کربن از این استفاده میشه به رنگ میلگرد، به شرک صنعتی اینا رو میبرم که ما به بوجیا بار میکنیم میره به شرک صنعتی. و بعد سیم از این قبلا میرفت از افغانستان خارج میشد به پاکستان میرفت سیم از این، ولی به افغانستان چون که همچون دستگاهی داریم که استفاده بشه، استفاده و کمه چون سیم سفت میگیم ما اینا با آن ناشکن سیم تایر اونایه. و بعد میایم اینجا به دم مشالای دستگاه. این مشالای دستگاه که پکا از این بسته که از اینجا از اون دبه که آتش میشه گاز تولید میشه به توسط از این دستگاه. این پیپا از برای گازه، این گاز این پیپا برای گازه چون این دستگاه به مدت 17 ساعت که میچله 4 ساعت اول از این به زغال سنگ میچله، بعدی و به گاز خود دستگاه میچله. خود دستگاه پس گاز تولید، خود می دستگاه پس گاز تولید میکنه که گاز از این دستگاه میایه میره به داخل از اون مشالا از اون میسوزه. بعد کدام بخش داره؟ بعد از این که میایم از این بخش که تل داخل میشه تولید میشه، از این ما مبلین سختر میگیریم که ما میگیم تل خام. میایه بزی این هم مبلینه تل خامه که تولید میکنه میایه به داخل هزی دستگاه، داخل هزی دستگاه. از داخل هزی دستگاه اکسیژن گاز رو این میگیره، این اکسیژن گاز میشه که میره بس به دستگاه میره دیگه. باز تخلیه آخری میرسیم بزو که ما از پایین از ذخیره تخلیه میکنیم بار نفت خامه. اگر ما به خواست خدا انشالله به شما گفتم که شاید اگر خواست خدا باشه که همین تل خامر پس ما با دیزل تولید کنه. پس به دیزل؟ به دیزل. برای قسمت اینجا یک حوزی میبینم این که است برای سرد کننده این بخار از این میگیره، پیپا چون آتش میشه داغ میشه به دوران از این اکسیژن دوران میکنه، این پیپا اکسیژن سرد میکنه. تشکر. واقعا در ملکک ما شما استعدادهای بسیار فراوانی وجود داره که کارآفرینن و چنانچه توضیح دادن. ببینین که چی یک دستگاه ساخته و از تایر چی چیزی تولید میکنه. آدم وقتی چنین سوژه‌هایی رو میبینی، چنین موضوعاتی رو میبینی واقعا خوشحال میشی. زنده باد افغانستان عزیز ما، پاینده باد افغانستان. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی. بهتر.